مدد از غیر علی ننگ است، از غیر علی ننگ است. یا امیرالمؤمنین، امروز از هر زمانی بیشتر شیعه محتاج نگاه توست. زمانه بر سر جنگ است یا علی، مددی مدد ز غیر تو ننگ است یا علی. یا علی مددی مدد ز غیر تو ننگ است یا علی. الله متعال درباره این آخوند و هم باورانش می‌فرماید: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. همانا کسانی را که به جای الله می‌خوانید بندگانی مانند شما هستند، پس آنها را بخوانید و باید شما را اجابت کنند اگر راست میگویید. و نیز می‌فرماید: ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. و کیست گمراه تر از آن که به جای الله کسی را به دعا می‌خواند که تا روز قیامت دعای او را اجابت نمی کند و آنان از دعایشان بی خبرند. یا علی مددی مدد ز غیر تو ننگ است یا علی. أأرباب متفرقون خير أم الله أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آیا معبودان گوناگون بهترند یا الله یگانه چیره؟ شما جز پروردگار تنها نامهایی را می پرستید که خودتان و پدرانتان نامگذاری کرده اید و الله هیچ دلیلی بر درستی آنها نازل نکرده است. فرمانروایی تنها از آن الله است. دستور داده که جز او را عبادت و پرستش نکنید. این دین استوار است، ولی بیشتر مردم نمیدانند.